از نظر من. البته در پهلوی مندهی اونا با لیسه مریم شهر کابل. یعنی دوستان عزیز پاور کنین، از این سرش رفتن تا او سرش نفس آدم میکشه، جگر آدم خون میکنه. به این حد بیربار هست. همه حالا چه بگویم براتون، خب با هر طرف بیربار شده میره، هیچ نمیشه رفته. به اینکه این طرف ها ببینیم، از این طرف بریم. این طرف از دوستان از بازار نیست، طرف ببینین موترها مزاد است. بازار اصلی طرف است. بودن اونمو فرهنگ ما را و اونمو چیزا را نشان میده. یعنی دوستان عزیز جدا از که آدم یک ذره زله میشه، مانده میشه، اما وقتی که باز بزرگتر شدیم، وقتی که از افغانستان دور شدیم، باز قدر این روزها سر ما میایه که واقعا چی روزهایی بود، روزهای پربرکت که دیگه پس نمیه. ما میخوایم دوستان عزیز این روزها را براتون، اگرچه در افغانستان هستیم یا جای دور. سلام و درود نصار شما خوبان و عزیزان. انشالله که خوب و صحتمند باشین و زندگیتان به خوبی و خوشی سپری شود. دوستان نهایت گرامی و عزیز، امروز عرفه هست و ما هم اومدیم به بیربارترین بازار کابل از نظر من. البته در پهلوی مندهی اونا با لیسه مریم شهر کابل. یعنی دوستان عزیز پاور کنین، از این سرش رفتن تا او سرش نفس آدم میکشه، جگر آدم خون میکنه. به این حد بیربار هست. همه حالا چه بگویم براتون، خب با هر صورتش یعنی بسیار خسته میساز آدم. بسیار مردم هم آمده میخرن هر چیز. یگان گیلاس ما و زردک بزنیم دوستان عزیز که اگر نه در خود زوف کردیم. به حد و اندازه دوستان بیربار زیاد است. اگرچه هرچند نباشه دوستان عزیز، لیسه مریم از دیگه پای خورده داره. خب ما را عادت نداریم در این جاها. زیادتر دوستان عزیز مردها و قدر نیست، قدر که خانم ها هست. البته در این بازارهایش مردها هست، تمام بازارهایش که شما از جا بیرو شوین اونجا با زیادتر خانم ها هستن به خاطر خرید آمدن و به خاطر هر چیز. بیربار خیلی زیاد اندازه ایران. این دو جایی که ما فعلا راه میریم دوستان عزیز جایی است که موترها باید برن، ولی راه موترها در روزای قسم دیدای دیگه هم براتون گفتیم مسدود میشه، بند میشه و با کراچی ها و مردم اختصاص پیدا میکنه. دوستان این طرف بیربار شده میره، هیچ نمیشه رفته. به اینکه این طرف ها ببینیم، از این طرف بریم. این طرف از دوستان از بازار نیست، طرف ببینین موترها مزاد است. بازار اصلی طرف است. بازار کی طرف است؟ ما مجبور دوباره همین طرف بریم. گرمی هم از دوستان عزیز گلون مولون کل چیز خشک شده. ما همیال از دل تک تک این مردم که آمد اینو سودا میخرن میایم که چی وضعیت دارن و چی حالت هست. مطمئنا دوستان عزیز با شما همه افغان ها این روزها را گذشتاندیم و جدا از اینکه اینقدر یک وضعیت خوب نیست، منظور از اینکه زله میکنه آدم گرمی سی حرفا، اما عید از دوستان عزیز اونمون لذت خود اونمون مزه خود داره. مطمئنا کسانی که خارج هستن، خارج از کشور، پشت از این روزهای افغانستان دق شدن، روزهای
زیبای افغانستان از دوستان عزیز. روزهای است که مردم ما یک جا میشن، تجمع میکنن، خانه یکی دیگه میرن، قربانی میگیرن و همه تو همه چیز دیگه. این روزها دیگه پیدا نمیشه دوستان عزیز، فقط در سال 2 دفعه این روزا میاید. اونمو با هم بودن، اونمو فرهنگ ما را و اونمو چیزا را نشان میده. یعنی دوستان عزیز جدا از که آدم یک ذره زله میشه، مانده میشه، اما وقتی که باز بزرگتر شدیم، وقتی که از افغانستان دور شدیم، باز قدر این روزها سر ما میایه که واقعا چی روزهایی بود، روزهای پربرکت که دیگه پس نمیه. دیگه ما میخوایم دوستان عزیز این روزها را براتون، اگرچه در افغانستان هستیم یا جای دور هستیم یا که نمیتونیم به بازار برای این براتون از نزدیک نشان بدیم و همو حس حالش براتون احیا کنیم. رای ما بند شد دوستا باشه. راه را پیدا کنیم. میوه خشک دوستان عزیز زیادتر رو طرف از موضوع گذاشتیم، چون اونجا دیگه واقعا دوستان عزیز اصلا نمیشد فیلم برداری که اصلا نمیشد راه گشت باز فیلم برداری و کامera کشیدن دیگه در جایش. همون خاطر بازی طرفتر آمدیم دیگه که دیگه براتون ویدیو بگیرم. ترکاری دسته 5 افغانی. این آفتابم کم کم شیش دوستان عزیز نال دیگر هر چقدر شب و شام مردم زیادتر میبرایند. خوب دوستان نهایت گرامی بیر بار زیاد شده میره، هیچ کم نمیشه. امیدوارم که ویدیو خوشتون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین، ویدیو را لایک کرده، در کانالم شما سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همگیتون به الله متعال پاک و بینی است میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همگیتون.